خبر حمله اسرائیل به جنوب لبنان رو حتما هممون شنیدیم. مواضع رهبران حزب الله، مواضع دولت اسرائیل خیلی توی رسانه‌ها داره دربارش صحبت میشه، ولی خبری از دولت لبنان نیست. وقتی اسرائیل داره پایتخت لبنان رو بمباران میکنه، چرا ارتش لبنان پاسخی نمیده؟ ارتش و دولت لبنان کجای منازعه‌اند؟ ملت لبنان که تحصیل کرده تا این ملت‌های خاورمیانه رو داشتن و دارن. سابقه نهادهای آموزشی مدرن توی لبنان به زمان عثمانی برمیگرده. خیلی از روشنفکرها و سیاستمداران مشهوری که ما تو دوره پهلوی و قاجار داشتیم تو همین لبنان درسشون رو خونده بودن. از چه اتفاقی برای این کشور افتاده که امروز دولت و ارتشش انقدر ضعیف هستن؟ نویسنده‌های کتاب راه باریک آزادی یکی از مهمترین دلایل این اتفاق رو عدم توانایی گروه‌ها و قومیت‌های اجتماعی کشور لبنان در پیدا کردن راهی برای تفاهم با همدیگه